الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که یک جای دعا کنیم میخواهم یک سخنی دوستی خدا را به سمع شما رسانم که در کتاب یاد می شود از یک دوستان خدا، از یک پیروان قرآن و پیروان احادیث های رسول اکرم که فرمود: اسعد الناس من له قلب عالم و بدن صابر و قناعت بما فی الید. این دوست خدا در این سخن خود، در این جمله خود می فرماید که از همه دیده خوشبخترین مردم کی هست؟ در بین ما و شما از همه با سعادت ترین کی به شمار می رود؟ البته هر کدام ما می خواهیم که از بندگان با سعادت باشیم، از بندگان خوشبخت باشیم، از بندگانی که شرف و عزت در نزد خدا دارند از جمله همونها باشیم. و این دوست خدا میگوید کسی که اگر سه چیز را دارا باشد، از سه چیز برخوردار باشد، او یقینا مرد خوشبخت است و مرد با سعادت است. پس گوش می اندازیم این سه چیزی که سبب سعادت ما و شما بوده است، این چی باشد؟ تا که از پروردگار این سه چیز را ما خواهان شویم، دعا کنیم. یکم قلب عالی، یکم نشانه با سعادت مرد و مرد خوشبخت یا زنی خوشبخت همان شخصی هست که دل عالم دارد. دل عالم دارد. البته دل عالم معنی این دارد که دل دانا دارد، دل بیدار دارد. اگر از کدام ما و شما دل بیدار باشد، دل دانا باشد، این یک نشانه خوشبختی و یک نشانه با سعادتی ما و شما را نشان می‌دهد. حبیب خدا میگوید: اذا اراد الله بعبد خیر جعل له واعظا قلبه. هر وقتایی که اگر پروردگار از کدام بنده خیر خواهد، برای او
دلی واعظ نصیب می‌گرداند. دلی واعظ برای بنده خوشبختش پروردگار نصیب می‌کرده است. دلی که او را همیشه نصیحت می‌کند، دلی که همیشه او را راهنمایی در راه درست می‌کند. اگر با بنده که خداوند خیر خواهد، دلی واعظ، دلی گوینده، دلی نصیحت کننده برای اون بنده خود نصیب می‌گرداند است. دلی که از نور معنی نیست روشن، دلی که از نور معنی نیست روشن، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد، از او نیز سنگ آهن ننگ دارد. اگر دلی بیدار نباشد، دلی در غفلت باشد، دلی بی پروا باشد، دلی که در او میل عبادت نباشد، دلی که در او محبت قرآن و اسلام و محبت خدا و حبیب او نباشد، از این گونه دل هم حتی شاعر میگوید سنگ و آهن ننگ دارد. اگر یادتان باشد ما یک سوره را به نام انفال که 5 صفت مؤمن بود، من برای شما بیان کردم که یک صفت اول این انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یک نشانه آدم مؤمن، یک صفات آدم مؤمن این بود که هر وقتایی که ذکر خدا در پیش او گفته شود دل او می ترسد. حضرت سعدی می گوید که ترسیدن دل چیست؟ ترسیدن دل این است که وقتی یک کار نادرست را خود بنده انجام می دهد و با او یک رفیق او همنشین او می گوید از خدا بترس، این حالت در وقت دل او لرزید معناش این است که دل ترسننده خدا برای این نصیب کرده است. همیشه از پروردگار خواهان باشیم که خداوند برای ما قلب عالم نصیب کند، دل عالم دهد، دل بیدار دهد، دلی که همیشه خواهان نیکی باشد، دل دوم چیست؟ دوم حضرت گفتند بدن صابر، بدنی صابر، جسدی که صبر دارد، در همه حالت بدنی صبر کننده دارد، بدنی بیقرار ندارد. یکم نشانه با سعادت ما این دلی بیدار، دلی دانا. دوم بدنی صابر، بدنی که در همه حالت ها صبر کننده باشد. سوم نشانه این چی است؟ ما فی الید، قناعت بر آن چیزی که دارد. قناعت هم بسیار نعمت خیلی قیمتی هست، خدا به هر کس هم این قناعت نمی دهد. قناعت کردن در آن چیزی که خدا برای تو نصیب کرده است، قناعت داری. حبیب خدا گفتن بای آن نیست که مالی زیاد داشته باشد، بای آن شخصی هست که نفسی بای داشته باشد. اگر ما در آن چیزی که خدا الحال داده است، خواه کم است خواه زیاد است، اگر قناعت داشته باشیم، این نشانه سعادت ما و شما را نشان می‌دهد. از این خاطر از پروردگار
دعا میکنم که خدای مهربان بر این قوم و جمع ما دل عالم و بدن صابر و قناعت در آن چیزی که به این بندگان خود دادی نصیب بگردان. و خدایا از جمعه تا جمعه کفارت گناه است. خدایا آن گناهایی که از ما سر زد همگی او را خدایا مغفرت بگردانی. خدایا اهل این جمعیت ما را عمر دراز و تنی صحت و خاطری جمع نصیب بگردانی. و خدایا هر مراد و مطلوبی که در دل این جمعیت است با فضل و کرم خود خدایا حاصل بگردانی. خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. آمین و رب العالمین. یک برادرمان از ناحیه عینی از درگ، برادر حاجی سیف الدین که یک بیماری داشته‌اند، در دوشنبه با واسطه تلفن از ما خواهش کردند که در بین قوم در حق این بیماری ما دعا کنید. و یک برادر دیگرم به ما زنگ زدند که پدرم بسیار می پرست است، بسیار می نوش است، میخواهم در بین قوم دعا کنید که خداوند از این راه بعد این پدر مرا نگاه دارد. و دیگر برادرها از مسکو هم زنگ زدند که یکی از آنها فرزندش خیلی در حالت وزنین بیماری قرار دارد، گفتند در حق فرزند من دعا کنید. و یک خواهر دیگر از همین بیمارخانه شهر کولاب دیروز زنگ زدند که 3 سال شد با پشت در جایگاه خواب هستم. از قوم خواهش دارم احترامانه این که در حق من دعا کند که شاید که خدا برای منم سلامتی خوب نصیب کند. و این خواهری که 3 سال با پوش در یک جایگاه خواب هستند، طرز نماز را از ما پرسیدند که من که نمازم را در دوام همین 3 سال قطع نکردم، لیکن به هر حالم باشد باز میخواهم که آیا من درست میخوانم نادرست میخوانم. خیلی باور کنید در حق ایشانم که دعا کردیم، لیکن افسوس گفتیم به همون شخصانی که امروز تنی صحت دارن و از این عبادت دورن. انسانی که 3 سال با پشت خواب اراده نماز دارد، نماز میخواند، خدا را در همون خیل حالت عبادت میکند، امروز تنی صحت داریم، وقتی خوش داریم، پایها و دستها و میانهای با قوت داریم، لیکن در دیگر راه صرف میکنیم. از پروردگار خواهان او هستم که آن خواهشاتی که این بندگان خدا کردند و از این قوم ما دعا خواستند، خدایا مراد و مطلوبهاشون حاصل بگردان. بیماری ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. و همه و این پدر و دیگر پدرهایی که در این راه نادرست قرار دارند، خدایا با فضل و کرم خودت هدایتشان گردان و از این کارهای نادرست خدایا اونها را باز نگهدار. آمین یا رب العالمین. موعظه‌ای که امروز در این جمعه به سمع شما میرسانم، این دوام همون سوره ضحی بود و گفتیم که همین روز اطراف این سوره انجام میدهیم، زیرا که سوالهای خیلی بیشمار انتظار جوابند. بعدا میخواهم که یک چند جمعه با شما سوال جواب کنیم، زیرا خیلی جمعه ها شد که ما و شما دیگر سوال و جواب ها نداریم، اگرچه بسیار سوال های زیاده
که خیلی بحث طلب هستند، خیلی ضرور برای امروزه شرایط ما و شما هستند، میخواهم برای شما جواب اونها را گردانم. لیکن پیش از این موعظه را سر کردن، یک برادر در همین داخل مسجد نشسته است، از ما خواهش کردن که زن دارم، لیکن به خاطر اون که دست نارسا دارم تأمینات خانه را پره انجام داده نمیتوانم، اگرچند که خیلی زحمت و مهنت زیاد میکنم، لیکن آن مقدار این زن طلب میکند من انجام داده نمیتوانم. و این عائله صاحب 3 فرزند هستیم. همراه مادر خود طلب دارد که مرا طلاق ده. و داملای عزیز نمیدانم که چیکار کنم، حتی قوت و شرایطی ندارم که برای رسیه کار کردن مبلغی برای من در کار است. بچه با ناموس، بچه با عبادت، بچه خدا ترس، فقط پروردگار همون فقر و ناداری را امروز نصیب او گردانیده است. و این خاطر گویم همون زن نکاحی که صاحب 3 فرزند هستند الکی از این زندگی راضی نیستند. و قناعتی که من در اول گفتم، در این قناعت، از این نعمت قناعت این خواهر عزیز ما محروم است و میخواهد که از این مرد جدا شود. نامعلوم که آینده وی با کی روبرو می شود، نامعلوم که وی چگونه زندگی در روبرو می شود، نامعلوم که این فرزندهایی که از این زن است اینها در کدام روحیه تربیه می یابند. اندیشه اینا نمی کنند، بلکه اندیشه که الحال نارسایی که در زندگی وجود دارد در حال برای من طلاق کن. حالا که من 2 روز یا 3 روز شد بین عصر و شام برای این قوم خود در اطراف طلاق صحبت داشتم که حبیب خدا ابغض الحلال الی الله الطلاق میگوید. از همه ده بدترین حلال ها به سوی پروردگار این طلاق است. دادرای عزیز، پدرای عزیز، در هر یک عائله کمبودی ها و پریشانی ها و نابرابری ها وجود دارد، لیکن باید این ما با طلاق حل نکنیم. اینا راه های حل دیگر دارد. حبیب خدا طلاق بدترین حلال ها میگوید. ببین اینجا کلمه ابغض استفاده می شود، بدترین. برای چی این بدترین گفتند؟ زیرا می دانستند حبیب خدا که بعد طلاق کردن حال این زن خیلی بد می شود، حال این مردم خیلی بد می شود. از این خاطر این بدترین حلال ها گفتن پیغمبری خدا. شما تصور کنید که وقتی که دختری شما را همراه فرزندها شوهر طلاق میکند میارد در خانه در نزد شما میسپارد، همون حالت شما کمی اندیشه کنید چگونه حالت است، چگونه منظره خیلی ناخوبه برای شما هست. آیا همین بدترین نیست؟ حالا که حبیب خدا میگوید کدام زنی که برای نرسیدن شرایط یا برای که شوهر او منصب ندارد، پول ندارد، دسترخوان پر از میوه و ناز و نعمت ندارد، اگر برای این شده از شوهر خود طلاق طلب کند، حبیب خدا گفت قسم به خدا گفت بوی جنت به مشام این زن نمیرسد. اگر زنی که از شوهرش ناراضگی بیان کند، از نارسایی طلاق طلب کند، بوی جنت به مشامش نمیرسد. کجا ناز نعمت جنت برای او بیان کنم؟ بوی جنت که بوی جنت حبیب خدا گفتند از 500 سال راه به مشام انسان میرسد، لیکن به مشام این زنی که از شوهر طلاق طلب میکند به مشام این زن بوی جنت نمیرسد. بسیار باور کنین این التدبیر نصف العیش، با اندیشه زندگی کردن نصف زندگی است. در این فقر و در این ناداری حبیب خدا طاقت داشت. حضرت فاطمه مادرمان
دختر حبیب خدا در این فاقه و در این ناداری که چیزی نداشتند، در این صبر داشتند. دختر ابوبکر صدیق، حضرت اسماء کمبغلی او را کتاب‌ها یاد می‌کند، صبر داشتند. لیکن این خواهر عزیز ما هم ببینید، هم از نعمت شوهر محروم، هم از زندگی خوب محروم، هم از راحت جنت محروم. کجا رفته ایستادی؟ این راهی که خود اختیار کردی بسیار راهی نادرست است، بسیار راهی غلط است. و آن محبت و آن ناز و عشوه‌ای که این شوهر با تو دارد، هیچ وقت شوهر دیگر به تو این خیل محبت و این خیل زندگی البته برپا نمی‌کند. اگر چیز رنگی زیبا هم داشته باشی. شجاع کرمانی را خدا رحمت و مغفرت کند، دختری داشت میگوید بی نهایت دختری با عبادت بود، دختری بود همیشه پایبند عبادت خدا بود، هیچ وقت به سوی حرامهای پروردگار رهسپار نبود، با هر یک مرد بیگانه سلام و همنشینی نداشت. روز همین شجاع کرمانی را حکایه میکند که برای دختری خود خواست شوهر بیارد. دختر به سین و سالی 18 قدم زده بود. در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی حلال و پاکیزه داشته باشد. اونا این گونه جستجو میکردند. امروز بچه‌دارای ما هم دخترای فقط دولتدار میکاوند، بچه‌دارها هم زنهای بای به دولت میکاوند. فقط همه این به خاطر دنیا هست. به ناگاه میگوید شجاع کرمانی در یکی از مسجدها در آمد، نگاه کرد، یک جوانی را دید مثل این جوانهایی که امروز در عبادتها قائم هستند، خدا را به نهایت خوب عبادت دارد. یک مدت نزد این جوان نشست. بعد این وقتی که جوان عبادت انجام داد، شجاع کرمانی با او سلام کرد و گفت ای دوستی خدا، گفت دختری دارم و برای او شوهر مناسب جستجو دارم و این عبادت تو و این ستاره تو برای من بسیار معقول آمد، میخواهم که دخترم را در نکاح تو درآورم. این گونه طلب کردن قلنگ ها و این گونه گوی مال و ملکی که امروز دختردارها برای شوهر کردن طلب میکنن، این گونه رسم آیین ها اون زمان وجود نداشت. همه این رسم آیین هایی که الحال در ما پیدا شده است که جوانها دیگر زن گرفتن نمیتوانند، دخترها دیگر سین و سالشون هم به 25 و با 30 میروند، دیگر شوهر کردن نمیتوانند، این گونه قاعده و این گونه رسم ها اون زمان وجود نداشت. برادرای عزیز و گرامی، پیش از آنی که دوام قصه را من حکایه کنم، در حق همون دخترهاتان ضامن نشویم. از قلنگ دیده، از مال و ملکی که شما از اون مرد طلب میکنید، از اون دیده شما فقط به خود همین جوان نظر کنید، چگونه جوان است، چگونه مرد است، چگونه شخصیت است، آیا به خدا نزدیک است یا به خدا نزدیک نیست. اینها را شما فقط در نظر گیرید. این جوان گفت، استاد عزیز گفت بجز 3 درهم در زندگیم چیزی ندارم. گفت با که ندارد؟ برای 1 درمش گفت رفته سر و لباس خرد، 1 درمی او را برای مهر این زن جدا کن،
یک درهم دیگر را گفت برای خوراک در خاندان تیار کن، یک درهم دیگر در سر و لباس خودت آزاده کن. این مرد میگوید همچنان کرد و این حضرت دخترش را برآورد در همین جوان داد. وقتی که میگوید دختر را به خانه بردن، بالای کوزه میگوید یک نان کلان این مرد خریده بود، این مردی، این جوانی عبادت کننده. وقتی دختر پرسید این نان چی نان است؟ گفت این نانی هست که برای فردای تو خریدم. برای فردا گفت، برای طعام پگاه هست گفت. در حال میگوید این دختر گفت من در این خانه گفت زندگی کردن نمیتوانم و نزد پدر آمد. گفت پدر گفت من برای تو گفته بودم که یک جوان خدا ترس و تکیه کننده به خدا برای من نصیب کن. تو چگونه جوان برای من پیدا کردی؟ گفت چگونه جوان است؟ گفت اعتمادی به خدا ندارد. گفت او رزق از خدا نمیبیند. گفت حتی وی گفت رزق پگاه را گفت امروز تیار کرده است. پگاه زنده است یا مرده است گفت نمیداند. رزق پگاه را گفت امروز الک تیار آماده کرده است. این حیرت دماندن. این خیلی عجیب یک عقیده بهترین و درست این زن داشت که رزق فردا را امروز برای او مهیا میکردن. میگفت این غلط است، این نادرست است. حالان که من باوری دارم که این برادری که در این مسجد ما نشسته است و این زنی که از او طلاق میخواهد، باور کنه در خاندان این یک هفته این خوراک وجود دارد. من جواب این مرد همچنان جواب میگردانم که اگر این دختر باز از این مرد طلاق طلب کند، این خیلی نادرست است، این خیلی ناروا است. من گفتم که خوشبختی برای تو نمی آرد. دوم این که تو از همان بوی جنت محروم میمانی. لیکن به نهایت اگر دایره این مرد تنگ کند، میلش برای خاطر این سخن پیغمبر خدا که ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال به سوی پروردگار این طلاق است، بگذار این زن از همین بدترین حلال چشد. بگذار طلاق از این مرد گیرد و روزهای بازپس خود مشاهده کند که این روزش خوب است یا روزهایی که در نکاح این مرد بود. بعد خودش به خلاصه می آید. الم یجدک یتیما فآوی، تا اینجا تحلیل کردیم. و وجدک ضالا فهدی. پروردگار میگوید ما یافتیم تو را در ضلالت، پس تو را هدایت کردیم. خداوند به حبیب خدا میگوید ضالا خود از ضلالت است. در معناهای عربی خود ضالا معنای ضلالت میدهد. ضلالت لیکن به چندین مفهوم می آید، به چندین معناها تحلیل می شود. یکی گمراه، یکی راه نایافته، یکی ناآگاه، یکی غافل. یکی میگن یک درختی هست در عربستان هم میروید که در اطراف او هیچ درخت دیگر وجود ندارد، ویم ضلالت میگویند. مقصد معنای ضلالت گمراهی را میدهد. لیکن اینجا در راست پیغمبر خدا این گمراهی حساب نمی شود. خدا میگوید و وجدک ضالا فهدی، ما تو را گمراه یافتیم بعدا هدایتت کردیم. مفسرای قرآن میگویند این ضالنی که در این جمله قرآنی استفاده شده است معنای ای را دارد که ای پیغمبر خدا، پیغمبر گمراه نبود، زیرا که وی از خوردی هیچ وقت در شرک نرفته بود.
شرکیات در قدم نزده بود و هیچ وقت بت پرستی نکرده بود. در اون وقتا عرق نوشی که کار عادی بود. حبیب خدا تا دوام پیغمبری عرق نوشی نکرده بود. پس معلوم میشد که حبیب خدا گمراه نبودند، بلکه گمراهی که در اینجا آمده است معنای این دارد که تو ای پیغمبر از پیغمبری بی‌درک بودی. تو نمیدانستی که تو در 40 سالگی پیغمبر میشوی. تو از قرآن درک نداشتی، تو از ایمان از کتاب درک نداشتی. اینجا ما تو را یافتیم گمراه و هدایت کردیم، انا این معنا را افاده میکند. حتی که در آیت های قرآن هم باز این آیت قرآن دیگر آیت های قرآن تقویت میبخشد. و ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انك لتهدی الى صراط مستقیم. پروردگار در این آیت قرآن هم چی میگوید؟ و ما تدری ما الکتاب ولا الایمان. ای محمد تو نمیدانستی که کتاب چیست، ایمان چیست، لکن ما با واسطه این قرآن تو را هدایت کردیم. این پروردگار باز در دیگر آیت قرآن هم حبیب خدا را میگوید که تو نمیدانستی که قرآن چیست، نمیدانستی که ایمان چیست، لکن ما با واسطه قرآن از این کتاب و از این هدایت تو را درکدار کردیم. این از معنای و وجدک ضالا فهدی. تو را گمراه یافتیم، تو را بیخبر از قرآن و از پیغمبری یافتیم. بعداً این نعمتهای قرآن و این نعمت پیغمبری را برای تو نصیب کردیم. ضالا فهدی و وجدک عائلا فاغنی. خداوند در دوام این آیت قرآن چی میگوید؟ ما تو را یافتیم عائلا، ما تو را کمبغل یافتیم، ما تو را کمبغل یافتیم، فاغنی، پس ما تو را بای گردانیدیم. مقصد زمانی که تو یتیم ماندی، زمانی که تو از پدر یتیم ماندی، زمانی که عمه تو در پیش تو وفات کرد، از اینها به تو هیچ مال از دنیا میراث نماند، تو هیچ چیز نداشتی. مودودی در تفسیرش میگوید که از وفات پدر پیغمبر و از وفات مادر پیغمبر فقط به پیغمبر خدا یک مادگاو میراث ماندگی بود، یک مادگاو میراث مانده بود. خداوند همون میگوید که ما تو را در حالت فقر یافتیم و تو را ما صاحب دولت کردیم. صاحب دولتش چی معنا دارد؟ مفسرای قرآن میگوید که زمانی که حبیب خدا 25 ساله بود، خدیجه یا خدیجه میگویم، خود ما خدیجه میگیم، این خدیجهش نادرست است، اصلش خدیجه میگویند. در حدیث ها خدیجه ذکر میشود. خدیجه اینم که از جمله مادرای ما و شما هست، از اولین زن پیغمبری خدا هست. اون زمان 40 ساله بودند و حبیب خدا، این قصه را کوتاه میکنیم، این خدیجه را در نکاح در آورد و مال او را تجارت میکرد. از فیض و برکات پیغمبری خدا مال خدیجه باز افزایش یافتن گرفت و خدیجه را حبیب خدا به نهایت دوست می داشتند، به نهایت، اگرچند زن پیرانسال هم که بود. حتی در روایت بخاری می آید که بار رسول اکرم با جبرائیل یک جا نشسته بودند. بناگاه جبرائیل به حبیب خدا گفت ای محمد، در کوچه گفت در دست خدیجه یک طعام و در یک ظرف شیر دارد پیش تو آمده ایستاده است. وقتی که نزد تو در آمد، از نام پروردگار و از نام جبرائیل به او سلام برسان. سلام از نام پروردگار و از نام جبرائیل به خدیجه
رضی الله عنها برسان گفت و به او بشارت ده که پروردگار برای او یک قصر طلایی را در جنت آماده کرده است. این سخن جبرائیل بود که روایت بخاری در وجود دارد. وقتی میگوید خدیجه از دنیا گذشتند، حالا که خواهر خدیجه بود، بار میگوید خاندان پیغمبر در آمد بعد وفات اپشان و فریاد زد محمد. وقتی میگوید رسول اکرم آواز حاله را که شنیدن خواهر همون عائله شد، میگوید در حال در چهره حضرت تغییرات پیدا شد و گفت این انشاءالله حاله است. گفت خواهر خدیجه است. گفت عایشه گفت از کجا شناختی؟ گویا هم در چهره گفت مانند همون خدیجه بود و هم در آواز گفت بسیار مانند به خدیجه است. گفت و عایشه میگوید این قدر حسده که من نسبت خدیجه زیاد داشتم، اگرچه عایشه مادرمان زن اوله پیغمبر دیدگی نبودند، لیکن میگوید بسیار یک حساسیت زیاد من نسبت او، یک بدبینی گویم، اگه ساده کنیم یک بدبینی زیاد، یک حسد، یک رشک زیاد نسبت خدیجه داشتم، زیرا که خدیجه را حبیب خدا در پیش من بسیار یاد میکرد. حتی باری گفتم که ای حبیب خدا، یک زن پیران سال بود از دنیا گذشت، در عوض او خدا برای تو بهترین زن یک جوان دختر داد که اشاره به سوی خودش کرد. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت خدیجه برای من بسیار محبوب بود، زیرا که از او من صاحب فرزند شدم. همه فرزندهای من از خدیجه بود. برادرای عزیز و گرامی، من بسیار شما را میدانم که شما حتی تولد پیغمبر را نمیدانید. بسیار شما نمیدانید پیغمبر خدا چند زن داشت، با چه خاطر این قدر زن زیاد گرفت، سبب زیاد گرفتن زن پیغمبر چی بود، چند فرزند داشت، بسیاری از شما نمیدانید. برای که شما بعضی، من همه شما را در نظر ندارم، برای امت نوگی زبانیه. اگر شما صدقاً حبیب خدا را دوست دارین، هر آینه تاریخ ایشان ورق میزنید میخوانید. برای همه کار دنیا وقت دارین، لیکن برای تاریخ پیغمبرتان خواندن وقت ندارین. شما حبیب خدا اولین فرزندی که از خدیجه یافتن این قاسم بود. رحیق المختوم کتابی که سیرت نبی در بین قریب عددش از یادم رفت است چندین هزار کتاب در دنیا جای اول همین رحیق المختوم گرفت. سیرت نبی، قصه های درست پیغمبر خدا. میگوید اولین فرزندی که از خدیجه پیغمبر خدا یافت این قاسم بود که حتی کنیت پیغمبر خدا به نام همین فرزندش گذاشت، ابوالقاسم. همیشه پیغمبر خدا را ابوالقاسم میگفتن، پدر قاسم. کنیت از فرزند اولش گرفت. دویم فرزندی که یافت این زینب بود، سومش رقیه بود، چهارمش ام گلثوم بود، پنجمش فاطمه بود، ششمش عبدالله بود که کنیت او طاهر بود و یک فرزند دیگر از ماریه قبطیه که غلام زنک بود به نام ابراهیم یافتگی هست. 6 فرزند از خدیجه داشت، 1 فرزند از عائله‌اش که ماریه قبطیه بود. بچه های حبیب خدا ابراهیم، عبدالله، قاسم در زمانی که پیغمبر خدا حیات بودن از دنیا همش گذاشتن. دخترهاش هم این چونین، همش در حال حیات پیغمبر خدا از دنیا گذشت، مگر فاطمه که 6 ماه بعد پیغمبر خدا از دنیا گذشت. دیگر همه فرزندای پیغمبر در حالت حیات بودن پیغمبر از دنیا گذشتند. این از تاریخ رحیق المختوم. لیکن در هگان وقتی من همین رحیق المختوم بسیار نگاه کردم، بسیار خواندم، این قدر فرزندهایی که از پیغمبر خدا دختراش همش به وایه رسید، همش اسلام آوردن بعد از دنیا گذشتند، لیکن در هیچ کدام همون ما سرتخته را ندیدم، در هیچ کدام همون جمعگی و 7 سر سال ندیدیم.
که پیغمبر خدا برای فرزنداش همین معرکه ها را برپا کرده باشد. در هیچ کدام همون نگذشت. خلاص گویم خدیجه را حبیب خدا دوست می داشتند و خداوند می گوید وقتی ما تو را فقیر یافتیم، ما تو را نادار یافتیم و تو را دسترس کردیم به مال خدیجه، مالی که از جانب خدیجه بود و تجارتی که با او کردی، ما تو را صاحب ملک گردانیدیم. خداوند می گوید عائلا فاغنى فاما اليتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. پروردگار میگوید زمانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم ما تو را ناآگاهی از قرآن و از پیغمبری یافتیم و تو را هدایت کردیم، زمانی که تو نادار بودی تو را دارا کردیم، زمانی که تو یتیم بودی ما تو را یتیم یافتیم، برای تو جایگاه دادیم، پس چیکار کن؟ فاما الیتیم فلا تقهر، پس باعثا که بالای یتیم ها قهر نکن، یتیم ها را آزار نده، با یتیم ها همیشه چیکار کن؟ همیشه با یتیم ها هم صحبت باش، یتیم ها را نوازش کن. چگونه جمعه های پیشین برای شما تأکید کردم که بعضی از بی انصاف های از امت پیغمبر خدا یافت می شود که مال یتیم میخورند، پروای یتیم ندارند، مال یتیم تله و تاراج میکنند، فرزندهای یتیمی که در خانه ها دارند اونها را گویم که زیر عذاب و مشقت قرار میدهند، حالا که پروردگار تأکید دارد به حبیبش که بالای یتیم ها قهر نکنید، یتیم ها را عذاب و شکنجه ندهید، یتیم ها را نوازش کنید، یتیم ها را از فرزندهاتان دیده بالاتر قدر اونها را دانید، به مال یتیم نزدیک نشوید. چگونه ابوذر غفاری را حبیب خدا دوست می داشتند، گفت به دو چیز من تو را وصیت میکنم که نزدیک نشو. یکی از اون چی بود؟ این بود که به مال یتیم نزدیکی نکن، هیچ وقت در بالای مال یتیم حکم نکن که مال یتیم بسیار خطری کلان دارد. و در دوام چی گفت پروردگار؟ زمانی که ما تو را یتیم یافتیم، زمانی که ما تو را فقیر یافتیم، دویم این که هیچ طلبنده را از نزد دروازت نران. هر طلبنده که خانه شما می آید شماها حق ندارین که وی دشنام دهید، شماها حق ندارید که اون طعنه کنید، شماها حق ندارید که دروازه را بالای این طلبنده ها پوشانید. و اما السائل فلا تنهر، پروردگار میگوید بالای طلبنده ها شما صدا نزنید، بلند آوازی نکنید. زیرا در یک حدیث خواندم که بسیار طلبنده های هستند که برای امتحان شما می آیند، بسیار طلبنده های هستند که اونها نه انسان نه جینند، اونها بلکه از عالم ملکوت می آیند، اونها بلکه ملائکه ها هستند. پیغمبر خدا می گوید می آیند می سنجند شما را کنی تا چه اندازه شما سخاوت دارید. که یک قصه را در ریاض الصالحین من برای شما گفته بودم، دیگر او را من بیان نمی کنم، که قصه یک شخص کل بود، یکیش پیس بود، یکیش کور بود، که این سه نفر یکی از ملائکه های پروردگار سنجش گذرانیده بود. و اما بنعمت ربک فحدث، آخران آیتی که در این سوره وجود دارد، مقصد در باب طلبنده هم چی مقداری که دارین راضیشان کنین، ندارین با سخن خوب اونها را از نزد دروازه هاتون جواب گویید. طلبیدن هم برای سه طایفه در حدیث ها میگوید جایز است طلبیدن، برای دیگرهاش طلبیدن جایز نیست. حتی در کتاب‌های حدیث دیدیم که بین دو طایفه اگر جنگ شود، برای خلاص کردن اینها مبلغ در کار شود،
رفته طلبیده و آورده اینها را برای از جنگ خلاص کردن اجازت میدهد. یا برای شخصی که اگر گواهها شاهدها وجود داشته باشند که همین آدم امروزه خوراک ندارد، اگر همین خیل انسان برآمده از بندگان خدا طلبیدن برای خود اختیار کند، اینم جایز است. یا شخصی که اگر در خانه سوزی خانهش می سوزد یا خانهش چپه می شود، خواه یک بیماری در خانهش پیدا می شود که دیگر شرایطی اینها را نجات دادن ندارد، اگر این آدم برای خود طلبیدن اختیار کند تا که همین کمبودی هاش حل کند، این ده هم جایز است. لیکن بغیر این امروز میبینیم جوانهایی که خرد هستند در بازارها طلبیدن برای خود اختیار کردند. بسیار خوب میشود، میدانم دل همه ما و شما میسوزد، ما و شما هر کدام همون 20 درم است، 10 درم است در دست اونها میدهیم، از روی رحم و انصاف است، لیکن وای عاقبت خوب ندارد. وای آهسته آهسته این جوان اینا برای خود کسب میکند، طلبیدن را برای خود کسب میکند، تا زمانی که هست دیگر این طلبیدن در خون و در وجود او پیدا میشود. ببین حتی طلبیدن اگر در اهل علم باشد، پیغمبر خدا میگوید حتی همون عالم، همون داملایی که برای خود طلبیدن اختیار میکند، دیگر در او هیبت باقی نمیماند. هیبت او، حتی گویم دیگر سخن او در مردم تأثیر نمیکند. وقتی پیشوایی که اگر برای خود طلبیدن اختیار کند، زیرا که طلبیدن حبیب خدا میگوید حلال نیست. کسی که با راه طلبیدن میطلبد و برده و میخورد، این حلال نگفت از پیغمبر خدا. این که در راست عالم ها و پیشوا و عیبت طلبیدن، لیکن کودک هایی که امروز طلبیدن برای خود اختیار کردن، اینم خطر دارد. اینم آینده اگر چنده که و گویم که در هر یک کاری هم که اگر رفته از پای کارم که شود، در خون او علاقه طلبیدن وجود دارد. او با راه طلبیدن که چند سال حیات خودش سپری کرده است، همه حالت ده. اون یک قصه ها میکنن که یک جوگی دختر میگه یک پادشاه را دادن، لیکن وقتی همون روز طلبیدنش که آمد، اجازت از پادشاه گرفت و برای طلبیدن برای خود روز اختیار کرد. مقصد چی بود؟ الان که پادشاه همه شرایط داشت، لیکن در خون این که طلبیدن که وجود داشت و دیگر قرار نمی گرفت. برای من اگر ما اونا را کمک کنیم و دل سوزی کنیم، فکر میکنیم که امروز باور کنیم این جنایت است. برعکس ما توانیم همون جوانها را، پدراشون شناسیم، مادراشون شناسیم، برادراشون شناسیم، از این راه باز داریم. این خدمت امروز در جامعه ما و شما می شود. این یاردم کردن ما باور کنین، این کمک ما میکنیم، این ثواب ندارد. برعکس ما باید چیکار میکنیم؟ باید در این راه، در یک راه طلبیدن باید تیار کرده ایستادیم. این عاقبت در این جمعیت ما و شما یک شخصی ضرر آور می شود، هیچ فایده از او در جمعیت ما نمی شود. حتی اگر خدا و یک عالم هم که کند، علاقه در خون او طلبیدن وجود دارد. و آخران آیت از این سوره مبارکه این بود که ای پیغمبر خدا، آن نعمتهایی که خدا به تو داده است و یا به مردم برسان. مفسرای قرآن میگوید مطلوب از این نعمتها عام است، نعمتهای چی مادی و چی معنوی. و این نعمتهایی را که پروردگار و پیغمبرش امر کرد که این به گوش مردم رسان، این بود است که قرآن و پیغمبری. این بهترین نعمتی است که به مردم رسان که قرآن این کتاب خدا هست و من از جانب پروردگارم پیغمبر اعلان شدم. و در برابر این برادرای خیلی عزیز و گرامی، همه آن
نعمت‌هایی که امروز ما و شما دارا هستیم اینم از جمله همون نعمت هاست. چه از چشم بینا، حبیب خدا اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بطنی. حبیب خدا دعا میکردن اللهم عافنی فی قلبی، خدایا عافیت نگهدار چشمهای مرا، خدایا عافیت نگهدار شنوایی مرا، خدایا عافیت نگهدار پایهای مرا، دلی مرا، شکمی مرا. اینا هم نعمتی به سوی از پروردگار هستند که امروز خداوند همه ما و شما را از این نعمتها برخوردار کرده است، چه از چشم و چه از دست و چه از پای و چه از تن صحتی که داریم. لیکن بسیار خوب می شود که هر یک نعمتی که از جانب پروردگار ما میگیریم باید که این جواب این نعمت در پیشگاه خدا باید ما و شما در پیش پروردگارمان باید که داده توانیم. افسوس که امروز این نعمت‌های درست، این دست‌ها و این پای‌ها و این چشم‌ها در راه‌های نادرست صرف می‌شود. بسیار جای افسوس است که نعمت‌ها باید در جای خودش صرف شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من جمعه آینده که خیلی جمعه ها از سوال و جواب ها ما و شما دور ماندیم، با سوال های شما ان شاء الله من جواب میگردانم. اینجا یک چند سوال های آمده است، میخواهم این سوال ها را الحال برای شما جواب گویم و بعدا ان شاء الله دعا میکنیم. سلام استاد عزیز حاجی میرزا، خدا علم شما را از این هم زیاده گرداند. ما با اهل عائلمان مخلص دائمی اسلام هستیم. برادر کلانی هم 14 سال کسل روحی است و خودم به شهر مسکو سفر دارم و همین مبلغ کم هم که باشد قبول نمایید برای صرف مسجد و در آخر به من و برادرم دعا کنید که برادرم شفا یابد و سفرم را به خطر گردد. با احترام مخلص شما، من ستار از ناحیه مؤمن آباد از خواجگی نوروز. خدای مهربان دعا میکنیم که این بنده که 14 سال بیمار است خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند و این دادر عزیز ما را خدای مهربان سفرش با فیض و با برار و با صحت و سلامت به خاندانش برگرداند. آمین یا رب العالمین. سلام داملای عزیز، از شما التماس با همین سوالها جواب دهید که بسیار ضرور است و مورد بحث قرار دارد. در شهر دوشنبه در بازار کاروان مغازه هست به نام یوروستیل. در درون مغازه تاجرهای همون درون بسیار به ما در مسئله نماز چگونه باید خوانده شود به ما سخت می روند. یکم میگویند که در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذهب وجود نداشت، با ما مذهب در کار نیست. در وقت طهارت پایهایشان را از روی نسکی محض میکشند و با ما میگویند که این سنت پیغمبر میباشد. سوم در نماز پایهایشان را کشاد میگذارند، اگر مثل همونها نخوانی با تو جنگ و جدال میکنند. چهارم در وقت سجده دستهایشان را بالا برداشته میپرتایند، یعنی رفع یدین میکنند. پنجم در وقت دعا آمین نمیکنند و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراه اصحاب یک جای دعا نکرده است. ششم میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ هفتم باز میگویند که سخنهای داملاها بسیارش ضعیف است. بابای حاجی میرزا التماس یک 20 دقیقه علاجش باشد صحبت کنید تا با واسطه کسیت آنها را ما
کمتر آرام کنیم تا که بین ما جنگ نشود. التماس با طور وسیع و آزاد صحبت کنید. شهر دوشنبه انشاءالله من این جمعه آینده از سوالهای اولین خود قرار میدهم و در راست هر کدام این دلیل هایی که وجود دارد برای شما میارم، برای شما میخوانم که برای چی در دوره های پیغمبر مذهب وجود نداشت، برای چی امروز مردم پیروی مذهبند و اینجا مسئله هایی که پایه ها چگونه گذاشته شود، رفع یدین و دیگر مسئله هایی که امروز خیلی یک اختلافات زیاده برپا کرده است. میخواهم اطراف این هر کدام این برای شما دلیل هایی که وجود دارد. و یک برادر دیگر بیچاره گریه میکند که یک چند همین خیل برادرها نمیگذارند که رفته سر قبر دعا کنند. میگم بالای قبر دعا کردن حرام است، ممکن نیست. چیکار کنیم داملای عزیز؟ این گونه سوال ها امروز بسیار است. انشاءالله من اطراف اینها جمعه آینده با شما صحبت میکنم که بالای قبر افسوس ده، افسوس، هزار جای افسوس است که بالای قبر دعا نکن. دعا بالای قبر حرام است. نامعلوم به چی دلیل حرام است. یا 4 رکعت سنت پیش از جمعه نمیخواند. اگر خانی موردی عتاب و موردی گویم که با عقاب او برادر قرار میگیری. خدا رحمت کند امام شافعی را رحمت الله علیه. خوب میشد که همون برادران ریاض الصالحین کتابی هست که امام نووی برای ما و شما درست کردن. شخصی هست که مذهبدار و به مذهب اعترافش میکنه. ریاض الصالحین کلش حدیث است. همون حدیث های صحیحی که همونها دعوا دارن در همین کتابی ریاض الصالحین وجود دارد. در زیر زیارت قبر آورده است سخن امام شافعی را که حضرت گفتن بالای قبر آیت قرآن خواندن مستحب است. این امام شافعی میگوید. سخن امام شافعی است. امام شافعی که میگوید بالای قبر آیت قرآن خواندن مستحب است. علم امام شافعی را شما تصور کنین و علم یک آدمی، علم حاجی میرزا را یا علم یک بابای ایشان دیگر را. اخو امام شافعی بودند، اونا علم داشتند. اونا بیهوده نمیگفتند که بالای قبر آیت قرآن خواندن ثواب است. اینا نمیگفتند. اگر اون میدانست که ثواب گفتن من خیانتی در اسلام است، والله که او از این سخن پس می نشست. لیکن وای برای چی گفت ثواب است در بالای قبر آیت قرآن خواندن؟ برای چی عبدالله بچه حضرت عمر گفتن بالای قبر من اول و آخر سوره بقره را خوانید؟ برای چی گفتن؟ اگر عبدالله بچه حضرت عمر میدانست که آیت قرآن بالای قبر حرام است، والله که این سخن نمی گفتن که بالای من اول و آخر سوره بقره را تلاوت کنید. حضرت شعبی را میگوید 500 صحابه پیغمبر را زیارت کرد، علم 500 صحابه را داشت، لیکن میگو فقط در 3 جا قرآن نخوانید، در غیر 3 جا دیگر در همه جا تلاوت قرآن کنید. گفتن کجاست؟ گفتن یکم بازار، دویم حمام، سوم آسیاب. 3 جا در قرآن تلاوت نکن، دیگر در همه موضع آیت قرآن تلاوت کنید. شعبی که علم 500 صحابه را داشت. اما امروز بحثمان در اطراف چیز بالای قبر آیت نخوان، 4 رکعت پیش جمعه را نخوان که تو در ضلالت و در گمراهی ای.
پیرو مذهب نشو که کسی پیرو مذهب است او در ضلالت و در دوزخ است. این بسیار یک بدبختی است برادر عزیز. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من این سوال ها را جمعه آینده هر کدامش برای شما به عصبانی شدن، فقط مرا یک چیز درد میکند که میخواهم فقط پیشرفت در اسلام شود، خفانشینی نشود، اختلاف از بین ما برداشته شود. خواهش من این است، خواهش من گویم که تحقیر و خواهش من گویم که یگان برادر را گویم یعنی تنقید کردن نیست. فقط خواهشم همین است که فقط روز به روز بهبودی در اسلام ما شود، در مردم ما شود. ما اگر دنبال یک مسئله‌ای که خواندم، اگر دنبال یک از اینها را گیریم، با یکدیگر دشمنی کنیم، با یکدیگر گروه بازی کنیم، عاقبت این چی می شود؟ اینا را باید اندیشه کنیم. من ده ها بار گفتم، باز میگویم، من خود پیرو مذهب هستم و همیشه دعوا میکنم و همه شما را باوری میکنم برادرای عزیز و گرامی، کدام تو اگر پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستی انشاءالله نجات میابی. کدام شما اگر ابو حنیفه را دوست میداری، ابو حنیفه را همچو تابعین، همچو گفتی جلال الدین سیوطی که از حدیث های پیغمبر خدا برای ما دلیل آوردن که همون شخصی که علم از ثریا به پایان میارد این ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اگر ما باید دوست داریم انشاءالله نجات یافتگی هستیم. ابن عابدین شامی خدا رحمتش کند دنیای اسلام میشناسش و میگوید ابو حنیفه را دوست داشتن سنت پیغمبر است. سنت است که ابو حنیفه را دوست داریم. سخن دوستای خدا ماندگی ما امروز عداوت به کی داریم؟ به شخص داریم که ابو حنیفه را خدا رحمت کند شخصی است برادرای عزیز، شخصی است که وقتی وای برای قاضیگی دعوت کردن، گفتن بیا قاضی شو، چی گفت؟ گفت نه، گفت من قاضی نمیشوم. خلیفه منصور برای چی نمیشوی؟ شاید که یگان حکم نادرست صادر کنم فردا در پیشگاه خداوند من چی جواب میگم؟ این ترس ببین. امروز قاضیگی را میخرن، امروز داملاگی را میخرن، لیکن حضرت‌ها نخریدن. حضرت‌ها از این وضعی، از این مسئولیت ترسیدن. پیشگاه پروردگار را چی میگویم؟ یک قلم هم میگوید وقتی تیز کرد خلیفه منصور برای تبرک گفتن ابو حنیفه یک قلم از دست تو تیز شود در دست من ده. یک قلم تیز کرده در دست همون پادشاه دادن. بعدا تیز یک خبر بیادش آمد و قلم گفت در دست من ده. گفت ابو حنیفه گفت قلم گرفت و شکست. گفت چرا شکستی؟